8.2 کیلوگرم. بیشتر بوقلمون‌های روز شکرگزاری با یک پودینگ نان خوش‌طعم سنتی پر شده و برشته می‌شوند. مریم گلی گیاه سنتی است که همراه با پیاز و کرفس خورده شده به چاشنی اضافه می‌شود. مواد دیگری مانند شاه بلوط خرد شده یا سایر آجیل‌های درختی، سوسیس یا بیکن خرد شده، هویج، زغال‌اخته، کشمش یا سیب را می‌توان به چاشنی اضافه کرد. اگر مخلوط خارج از پرنده پخته شود، به طور کلی مایع اضافه می‌شود. تعدادی از عوامل فرهنگی ممکن است تأثیر بگذارد که آیا آن را به عنوان پر کردن یا لباس کردن می‌نامند. بوقلمون سرخ شده نیز به دلیل زمان آماده‌سازی کوتاه‌تر پیشنهاد شده است، اما خطرات ایمنی را به همراه دارد. مصرف بوقلمون در روز شکرگزاری چنان در فرهنگ امریکایی ریشه دوانده است که از سال 1947 فدراسیون ملی بوقلمون هر ساله قبل از هر روز شکرگزاری یک بوقلمون زنده را به رئیس جمهور ایالات متحده هدیه می‌دهد. این بوقلمون‌ها در ابتدا برای شام شکرگزاری رئیس جمهور ذبح و خورده شدند. از سال 1989 بوقلمون‌های ارائه شده معمولاً مورد عفو ساختگی قرار می‌گیرند و به یک پارک فرستاده می‌شوند